تا حالا فکر کردید ثروتمندترین آدم‌های دنیا که اصالت ایرانی دارن، ثروتشون رو از کجا آوردن؟ هممون مانی خوشبین رو با کلکسیون ماشین‌های چند میلیون دلاریش میشناسیم، اما آیا میدونستید یه وکیل ایرانی توی دبی هست که ثروتش 7 برابر مانی خوشبینه ولی کمتر کسی اسمش رو شنیده؟ یا میدونستید پفک نمکی و بیسکویت تردی که باهاش خاطره دارید، خانواده صاحبش رو به یکی از غول‌های اقتصادی کانادا تبدیل کرده؟ امروز قراره از پشت پرده زندگی 9 ابر ثروتمند ایرانی حرف بزنیم که دنیا رو تکون دادن. از مالک هتل‌های فوق لوکس لس آنجلس تا زنی که مرزهای زمین رو رد کرد. اگه میخوای بدونی چطور از توی ون خوابیدن به قصر 3000 میلیارد تومانی رسیدن، این ویدیو رو تا ثانیه آخر دنبال کن، چون فرمول ثروت این آدم‌ها قراره شوکت کنه. اولین نفر لیست ما کسیه که شاید اسمش رو به خاطر حمایت از رضا علیپور شنیده باشید. برایان اعتماد. برایان که اسم اصلیش بردیاست، سال 62 توی تهران به دنیا اومد و وقتی فقط 10 سالش بود مهاجرت کرد. اون توی نیویورک حقوق خوند و وکیل شد. اما جرقه اصلی ثروتش وقتی خورد که پاش به دبی باز شد. برایان با دیدن ثروت بیپایان اعراب شرکت تملیک رو راه انداخت. امروز پروژه های اون نه فقط توی دبی بلکه توی لندن و نیویورک هم اجرا میشه. ثروت این مرد حدود 36,000 میلیارد تومنه. رازش هم یه جمله است: وقتت رو برای کارهای کوچیک تلف نکن. یا پروژه‌ای بردار که دنیا رو تغییر بده یا اصلاً واردش نشو. قبل از اینکه بریم سراغ اولین زن فضانورد ایرانی و غول‌های صنعت غذا، یه لحظه استاپ. اگه تو هم رویای موفقیت داری و دوست داری با مسیر زندگی این آدم‌ها آشنا بشی، همین الان اون دکمه لایک رو بزن. با لایک تو این ویدیو به آدم‌های بیشتری نشون داده میشه و به ما هم کلی انرژی میده. سابسکرایب هم یادت نره که بمب‌های بعدی رو از دست ندی. نفر دوم کسی نیست جز انوشه انصاری. همه اونو به عنوان اولین زن فضانورد ایرانی میشناسن. اما انوشه قبل از اینکه به فضا بره، توی دنیای بیزینس یه غول بود. اون که در 16 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده بود، به همراه همسرش شرکت رودیا سیستمز رو توی حوزه تکنولوژی فضایی راه انداخت. انوش معتقد علم مرز نداره. ثروتش حدود 1800 میلیارد تومان تخمین زده میشه، اما ارزش واقعی اون اعتباریه که توی دره سیلیکون داره. اون ثابت کرد که اگه اراده کنی حتی سقف آسمون هم برات کوتاهه. شاید اسم حسن خسروشاهی را نشنیده باشید، اما محال با محصولات کارخونه خانوادگیش یعنی مینو خاطره نداشته باشید. حسن متولد 1319 تبریزه. بعد از مهاجرت به کانادا، اون بیزینس رو از صفر شروع نکرد، چون تجارت توی خونش بود. اون فروشگاه‌های زنجیره‌ای فیوچر شاپ رو تأسیس کرد و اون رو به بزرگترین مرکز لوازم الکترونیکی کانادا تبدیل کرد با 90 شعبه و 8000 کارمند. بعداً این امپراتوری رو به بست بای فروخت و حالا با ثروتی معادل 120,000 میلیارد تومان هفتمین مرد ثروتمند کاناداست. رتبه 4 متعلق به خانواده معراج توی کالیفرنیاست. 2 برادر که با یک ایده ساده به ثروت افسانه‌ای رسیدن، مواد غذایی منجمد. اونا شرکت شف آمریکا رو راه انداختن و بعداً اون رو به قیمت 2.6 میلیارد دلار به کمپانی نسله فروختن. اما این تمام ماجرا نبود. اونا برند هات پاکت رو هم دارن که اسنک‌های منجمد تولید میکنه. دارایی این خانواده به پول ما چیزی حدود 270,000 میلیارد تومنه. اونا ثابت کردن که حتی از شکم مردم هم میشه به ثروت‌های کهکشانی رسید. حالا میرسیم به مانی مشعوف، نابغه دنیای پوشاک. مانی وقتی دید توی دهه 90 هیچ برندی لباس‌های شیک ولی خوش قیمت برای خانم‌های جوان تولید نمی‌کنه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ببه رو راه انداخت. کارش انقدر گرفت که حتی سلبریتی‌های هالیوودی هم مشتریش شدن. مانی الان حدود 100,000 میلیارد تومان ثروت داره و یکی از بزرگترین خیرین و سرمایه‌گذارهای ایرانی توی آمریکاست. اما محبوب ترین چهره این لیست مانی خوشبینه. داستانی که مانی رو مانی کرد همون شروع سختشه. خانواده‌ای که وقتی رسیدن آمریکا چند ماه توی یک ون زندگی می‌کردن. مانی از دستفروشی آجیل شروع کرد و بعد وارد املاک شد.
حالا ثروتش 5000 میلیارد تومانه و کلکسیون ماشین‌هاش به تنهایی 1000 میلیارد میارزه. قصر 7000 متری اون توی کالیفرنیا نماد واقعی رؤیای آمریکایی برای یه ایرانیه. مانی معتقده خانواده موتور محرک موفقیته. نفر هفتم لیست ما راهش با بقیه فرق داره. ناصر داوود خالیلی ثابت کرد که از هنر هم میشه میلیاردر شد. اون متولد اصفهانه و بعد از تحصیل هنر توی لندن شروع کرد به جمع‌آوری عتیقه‌ها و آثار هنری ایرانی. وقتی خانواده‌های ثروتمند در زمان جنگ دارایی‌هاشون رو حراج می‌کردن، ناصر با هوشمندی اونها رو خرید. حالا کلکسیون اون 25000 اثر هنری داره که ارزشش 60000 میلیارد تومانه. اون یکی از بزرگترین مجموعه دارهای آثار اسلامی در کل دنیاست. آرش فردوسی متولد آمریکا کسیه که دنیای فایل ها رو عوض کرد. آرش در 22 سالگی وقتی توی دانشگاه MIT درس میخوند ایده دراپ باکس به ذهنش رسید. اون میگفت چرا باید اطلاعات رو روی فلش بریزیم که گم بشه؟ بیایم یه فضای ابری بسازیم. همین ایده ساده الان آرش رو به ثروت 24000 میلیارد تومانی رسونده. اون ثابت کرد که توی دنیای امروز یه ایده خوب از 100 تا کارخونه بیشتر ارزش داره. آخرین نفر لیست ما سم نظریانه. سم متولد تهران و مؤسس شرکت SBEه. اگه توی آمریکا دنبال لوکس ترین هتل ها و رستوران ها بگردید، حتما به اسم اون میرسید. سم از 22 سالگی وارد این صنعت شد و با حمایت پدرش که از سهامداران بزرگ کوالهام بود، امپراتوری خودش رو ساخت. ثروت اون 12000 میلیارد تومانه و الان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های دنیای لاکچری شناخته میشه. این 9 نفر ثابت کردن که فرقی نمیکنه از کجا شروع کنی. مهم اینه که چطور فکر کنی و چقدر اراده داشته باشی. کدوم یکی از این داستانا برات جالب‌تر بود؟ مانی خوشبین که از صفر شروع کرد یا ناصر خلیلی که از هنر به ثروت رسید؟ حتما نظرت رو برام کامنت کن. اگر کسی رو میشناسی که جاش توی این لیست خالیه، حتما معرفی کن. یادت نره لایک کنی و اگه هنوز سابسکرایب نکردی، همین الان عضو کانال آیار دانستنی شو تا از دنیای شگفتی ها عقب نمونی. تا ویدیوی بعدی، جیبتون پر پول و لبتون خندون.